اگر تو قرارداد به عنوان ثمن معامله یا همون پول داری چک میگیری، حواست به این نکته‌ای که میخوام بهت بگم باشه. گاهی اوقات پیش میاد که پول معامله رو شما در قالب مثلا 2 یا 3 فقره چک دریافت میکنی و ممکنه تو قرارداد این شرط رو در ادامه بذاری که اگر وجه هر کدوم از چک‌ها سر ماه پاس نشه، برای فروشنده حق فسخ به وجود میاد. حالا ممکنه شرایطی پیش بیاد که فروشنده قبل از تاریخ سررسید چک‌ها اون رو به ثالث منتقل کرده باشه و به اصطلاح خرجش کرده باشه و چک هم سر موعد خودش برگشت بخوره. اینجا باید بگیم که آیا حق فسخ فروشنده از بین رفته یا نه. به صرف پاس نشدن وجه اون، این حق برای اون به وجود اومده. در رویه قضایی ما 2 نظر وجود داره. نظر اول میگه به صرف خرج کردن اون در واقع فروشنده به عنوان پول از اون استفاده کرده و حق فسخش ساقط میشه، و نظر دوم معتقده که صرف پاس نشدن چک این حق رو برای فروشنده به وجود آورده و درسته که چک به ثالث منتقل شده، اما تعهدی در قبال ثالث برای اون به وجود اومده که این تعهد از بین نرفته و این فرد به ثالث همچنان بدهکاره. برای حل این مشکل پس بهتره چه کار بکنیم؟ راه حلی که پیش بینی میشه اینه که تو قراردادمون این جمله رو بیاریم که مثلا اگر وجه هر کدوم از چک‌ها سر موعد خودش پاس نشه، حتی اگر به ثالث منتقل شده باشه هم باز حق فسخ برای فروشنده محفوظه. این ویدیو رو اول برای خودت سیو کن که حتما به دردت بخوره، بعدم بفرست برای کسایی که به نحوی با چک یا قرارداد سر و کار دارن.